یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. درود بینندگان ارجمند، برنامه تفریحی یادی روزگار شیرین است. منظور شما و چهره امروزه برنامه ما است یک نفر مرد هنر، آهنگساز نامور کشور، ارباب هنر تاجیکستان، برنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، قدرت الله یحیی زاده. سری سفره ما حضور دارند مهمان بسیار ارجمند، هم پیشه قدرت الله یحیی زاده، اعلاچی فرهنگ تاجیکستان زیا عالمی. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. می رویم به آغاز و آوان شناسایی های شما با قدرت الله یحیی زاده. چگونه با هم آشنا گردیدید؟ سراول باید بگویم که خود ایشان را ندیده بودم، ولی سرودهایشان را شنیده با اسمشان آشنا بودم. کدام سال؟ زمان این نیمه دویمی سالهای 70 و ابتدای سالهای 80 تا سالهای 90 هنگام نورسی ها، وقتی که از کرنه رادیو سرودهای قدرت الله یحیی پخش می گردید، ما نزد رادیو جمع می شدیم و گوش می کردیم. جاذبه سرودهایش، دلنشینی نواهایش ما را به خود جلب کرده بود و آن زمان شیفته سرودهای زنهای تاجیکستان، شکرانه، زکات چشم، چلکاکول، وطن و چند دیگر سرودهای قدرت الله یحیی گشته بودیم و تقدیر نصیب رساند که من پس از کورس سیوم، در دوام کورس سیوم در دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کردنم، در فاکولته فیلولوژی تاجیک در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به کار اومدم و آن زمان هرچند شناسی نزدیک نبودیم، لیکن گاه گاه میدیدم که در و برو میکردن فیلارمونی و در یکی از کنسرت های ارکستر سیمفونی چند اثر قدرت الله یحیی اجرا گردید، از جمله داستان سیمفونی یادداشت‌ها و شروع شد قسمت دوم مناسبت من با ایجادات قدرت الله یحیی در سمت شنیدن اثرهای سیمفونی و همین طریق آهسته آهسته ما هم از همون سال 81 تا این جانب در سمت فرهنگ فعالیت داریم و برخوردها داریم با قدرت الله یحیی و قسمت دیگر شناسایی من با شناسایی نزدیک من با قدرت الله یحیی زمانی شروع شد که ایشان در وظیفه سرمتخصصی ریاست صنعتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتند و سرپرست مؤسسه های تئاتری کنسرتی بودند. وقتی که من با ابتکار اسکرعلی رجبوف، دکتر علم های تاریخ سنت شناسی ورزیده ما، رو آوردم با ایجادیات قدرت الله یحیی زاده در سمت استراد و
دریافتم که یکی از کمپوزیتوران خیلی موفق و سرمحصول تاجیک در سمت ایجاد سرودهای استرادی هستند که زیاده از 110 سرود و نواهایی که اون کس ایجاد کرده هستند ما اونها را دریافتیم و در یکی از مقاله های خود من در کتاب دست جمعانه بخشیده به 60 سالگی تأسیس یابی ارکستر استرادی گلشن و 86 سالگی زادروزی عارف شاه عارفوف جای کردند. با همان خلاصه آمدم که خیلی در سمت ایجاد سرودها خیلی موفق. در سمت سرودهای استرادی از همه زیاد از کل کمپوزیتوران ما زیاد زحمت کشیدن و با هنرمندان زمان خیلی همکاری های موفق انجام دادن. سرودهای ایشان رو تاج‌الدین محیدینوف، مغفرت همرقلو و رحیم شلایر، مقدس نبی و بهادر نعمت، عمر زیایف خیلی استادانه سراییدند. همچنین توسط سرودهایشان جلب کردگی هستند دیگر هنرمندان رو نیز برای اجرای سرودهای استرادی از جمله مستانه ارگش و صافیه و برتا بدلبوی و نقره رحمت و سمت تعلیم و تربیه شاگردان در راه هنر و صنعت شاگردان زیادی را تربیه کردن به وای رساندند و امروز همچون آهنگسازان همچون سرود نویسان میان مردم معرفی هم شدند. وابسته به این شما چی اندیشه داره؟
خب زحمتی آموزگاری ایشون در شروع شده از دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان که امروز دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی نام گرفته است. سپس در کالج صنعتی به نام احمد بابا قلاب سالهای زیاد در دانشکده هنرهای زیبای ما فعالیت کردگی هستند و سالهای آخر اون کس از سال 2007 این جانب در کنسرواتوار ملی تاجیکستان فعالیت دارند. عنوانهای افتخاری دوسنت و پروفسور را سزاوار گشتند و تعداد زیادی شاگردان را به پایه رسانیدند که آنها نیز موفق گشتند. دیگه بیشتری شاگردهایی که اون کس تربیت کردگی هستند در سمت آوازخوانی هم هستند، از جمله سیاره خواجم قولو و مهربان سلیم و چهران یحیی زاده پسرشان، پروینه احمد زاده، خب نگاره خالو و اینهایی که با سرودهای قدرت الله یحیی راه یافتند به عالم صنعتی سرایندگی استرادی. همچنین در سالهای آخر چنانکه که خبر دارم شاگردان زیادی را در کنسرواتوار از فنهای خیلی دقیق صنعت موسیقی کسبی تعلیم دادند و از جمله یکی از شاگردان موفقشان این بختاور دولت هست که الکی با ایجاد اثرهای سیمفونی مشهور شده است و غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیز من است. همچنین با هدایت قدرت الله یحیی زاده شاگردانشان در سمت گردآوری سرودهای و آهنگهای کمپوزیتوران تاجیکستان و به نوت درآوردن در شکل کتاب آماده ساختن آنها سهم دارند که یکی از آنها باز هم بختاور دولتوف است. پیوند من رشته جان من یادگار توی از نیاگان من یادگار توی از نیاگان من رو خاک و سنگ تو هست منبر و تخت من کوه ننگ تو هست منبر و تخت من کوه ننگ تو هست من وحدت آباد من ملک آزاد من خاطر شاد من تاجیکستان من. درباره شخصیت قدرت الله یحیی زاده شما
چی گفته میتوانید؟ خب شخصیتی که خیلی پرکار است، شخصیتی که مسئولیت شناس است، شخصیتی است که خیلی دلتنگ است. یعنی بسیار دلتنگی ها تا یک کار به همون خواست دلشون انجام نیابد خیلی زحمت میکشند، خیلی دلتنگی ها میکنند، خیلی عصبانیت میشوند و وقتی که کار انجام مییابد و موفق میشوند بعد آهی سبک میکشند. در نسبت دوستا بسیار مهربان هستند، نسبت همکارا بسیار هم مهربان هستند، به قدر همکارشون میرسند، به قدر دوستای زمانی بچگیشون و فعالیت کاریشون میرسند، با همکاران بسیار مناسبت خوب دارند. خلاصه یک مردی است که گفته نمی شود که علامت های خصوصیت ها و خاراکتر های منفی داشته باشد. از من او را همچون یک انسان شریف دریافتم و در پای آن شدم که بیشتر دانم، بیشتر آموزم و یعنی تألیف مقاله درباره فعالیت قدرت الله یحیی در سمت استراد بسیار کنجکاوی ها کردیم و بسیار چیزهایی که از یاد اون کس برآمدگی آنها را ما پیدا کردیم و در مقاله جای دادیم. من یک انسانی خیلی سیرکار است، محصول ایجادیش خیلی فراوان است، کمپوزیتری سیر محصول است، هم در سمت ایجاد اثرهای سیمفونی، اثرهای وکلی، اثرهای خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی اثرهای خوب و جالب دارد و یک خصوصیت ایجادیاتش اون است که یک مرام نیست، یک رنگ نیست، خیلی گوناگون رنگ است. من فکر میکنم که برای ایجاد یک سرود یا یک اثر سیمفونی خیلی زحمت کشیده است و خیلی کار کرده است.
استاد قدرت‌الله یحیی‌زاده کی باشند در راه صنعت و هنر و آهنگسازی و سرودنویسی؟ اصلا قدرت‌الله یحیی‌زاده در فضای در مکان بوای رسیده است که اونجا بزرگان علم و ادب و فرهنگ ما زندگی کردند. در این محله که این آدم زندگی داشتن اونجا استاد میرزا ترسونزاده، بالاتر استاد دیهاتی باقی رحیمزاده، خب زیادالله شهیدی، دمیردوست محمد، فاضل سالیوف، اینها زندگی کردگیان. در همسایگیشون استاد ظفر ناظم زندگی داشتند و اینها بسیار رابطه های خوب داشتند. دادرشان نعمت که دست پروری گیتیس هست، همکرسی شادی صالح و فضای ایجادی و در پیروی استاد ظفر ناظم سرودها میخوند، سرودهای استاد میخوند. و من در فضای فرهنگی به وای رسیده است. در همسایگی آنها استاد اکا شریف جورایف زندگی میکردن. یعنی تاثیر این محیط بله. با او خیلی اثر کردگی هست و از سن 14 سالگی به ایجاد آهنگ و سرودها مشغول شده است. در زمانی در آموزشگاه موسیقی دوشنبه که حالا کالج صنعتی به نام استاد احمد باقلوف است، از میخائیل цветаев، از یوری گریگوریویچ تروسیوف، از گنادی الکساندروف درس مهارت کمپوزیتوری آموخته است و سپس رهسپار میشد به مسکو به دانشکده موسیقی پداگوژی به نام گلیسین ها. او یگانه شخصی بسیار چی است شانس تاریخی امکانیتی وسیع و شانس تاریخی قدرت‌الله یحیی‌ف آن است که او اولین جوان تاجیک است که از آرام ایلیچ خچتوریان، یکی از چهره‌های شناخته صنعت موسیقی عالم، درس گرفته است و 5 سال زیر نظر این مرد بزرگ در این دانشکده تعلیم گرفته است.
خوشقدی چیلکاکلیمه عروسی خوشقدی چیلکاکلیمه عروسی خوشقدی چیلکاکلیمه از این منبر بسیار بلند به چهره امروزه برنامه قدرت الله یحیی‌زاده شما چی تمنا و آرزوها دارید؟ آرزو دارم که همیشه صحت سلامت باشن، در پی ایجاد باشن. انا چون مردی خیلی سر تردد و خیلی سر حرکت هستند، همه خیلی مانند. همه خیلی مانند، سالهای سال همراه ما نامردی نکنن، ما ترک نکنن. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، این بود برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین که اطراف چهره امروزه برنامه ارباب هنر تاجیکستان، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، برنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی قدرت الله یحیی‌زاده ما صحبت داشتیم. با دوست و همپیشه گرامی ایشان علوچه فرهنگ تاجیکستان زیا عالمی منظور شما گرداندیم. برای صحبت بسیار صمیمی به شما اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید. از این منبر بسیار بلند به آهنگساز نامور ارباب هنر تاجیکستان، هنرپیشه مردمی تاجیکستان قدرت الله یحیی‌زاده پیش از همه تندرستی، خوشبختی، سعادتمندی و عمر دراز بارفاه را تمنا میکنم تا برنامه‌های من بعد سربلند و موفق بمانید. چشمی آن دارم که در چشمت نیندازم، با چشمانت که چشمانم زی چشمایی تو می نازم، زکاتی چشم چشمی کن بسوی چشمم از چشمم، که چشمم رو بجز چشمم دیگر چشمی نمیسازم، دیگر چشمی نمیسازم. روان گردد پای چشمم، زی چشمم چشمهای خوب، اگر چشمی تو چشمم را زی چشمانت براندازم،
لحظه های برین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی، یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی.